سلام، وقتتون بخیر. من جواد شهنواز هستم با یک ویدیو دیگه از استودیو انیماتور در خدمت شما عزیزان هستیم. من یه عذرخواهی به شما بدهکارم. ما یه 2 هفته نبودیم، متاسفانه ما یک عزیزی رو از دست دادیم در این 2 هفته و خب خیلی اتفاق ناراحت کننده بود، ولی خب زندگی جریان داره. ما از امروز دوباره روند رو به همون روند سابق پیش میبریم و هر هفته با یک ویدیو در خدمت شما عزیزان هستیم. خب توی این ویدیو من میخوام 2 تا شیوه انیمیت دهن توی نرم افزار موهو رو توضیح بدم خدمتتون. 2 تا شیوه مرسوم که استفاده میشه، حالا نه اینکه حتما 2 تا شیوه اجباری، نه 2 تا شیوه مرسوم که استفاده میشه. یکیش با کمک سویچ هستش و دیگری با کمک اسمارت بون ها هستش. حالا من سعی کردم یه توضیح مختصرم راجع به این دو تا بدم، ولی اگر حالا کسی نیاز داشت که توضیح مفصل تری راجع به این باشه حتما بهم بگید. من سعی میکنم که ویدیو مفصل راجع به هر یک از این مباحث بذارم. من با این دید نگاه میکنم که شما به این مباحث حداقل یک مقدار اشراف دارید. خب بیش از این وقت رو نمیگیریم، میریم سراغ آموزش. با ما همراه باشید تا انتهای ویدیو. خب در شیوه سویچ شما ابتدای امر نیاز دارین که حالتهای متفاوت دهن رو ایجاد بکنید. توی اینجا من از قبل حالتهایی که نیاز بوده رو ساختم: لبخند، حالتهایی که حروف صدادار و بی صدا رو تعریف میکنه، سین، لام، او، آ. حالا شما بر اساس نیاز اینها رو میتونید با یک رفرنس بسازین. خب همه دهنها رو زیر هم قرار میدین، چک میکنید که دقیقاً همشون روی هم یا زیر هم دیگه باشن توی یک راستا. به این صورت بعد از اینکه از این کار مطمئن شدیم میایم و یک دونه لایه سویچ ایجاد میکنید. سویچ میاد همزمان فقط یکی از حالت‌ها بهتون نشون میده. من اسمش هم میذارم حالا دهان، یعنی از 100 تا لایه میاد یه دونه هم به صورت پیش‌فرض نشون میده. شما همه لایه ها رو انتخاب میکنید از این توی سویچ و خوبیش همینه، یعنی هر بار فقط یه لایه نشون میده، هر کدوم که بخواید. هر کدوم کلیک بکنید واسهتون میاد. و اگه خود لایه سویچ هم راست کلیک بکنید گزینه‌ها واسهتون هستش. حتما لایه ها رو اسم گذاری کنید و الا گیج میشین که کدوم مربوط به کدوم هستش. خب من دهن سر جای اصلیش قرار میدم، جایی که باید باشه. کل لایه سویچ رو چک میکنم دهنها در سر جای خودشون باشن. اگر دهنی ایراد داشت و سر جای خودش نبود شما وارد دوباره لایه زیر مجموعش میشین و هر کدوم رو در جای مشخصش قرار میدین تا مطمئن بشین که بهترین حالت و بهترین پوزیشن ایجاد شده. خب بعد از این کار شما نیاز هستش که برای انیمیت بشینین به راحتی هر کدوم از حالت‌ها که خواستین سلکت بکنید تا ازشون بهره بگیرین. فقط یه نکته در نظر داشته باشین، شما توی چیدمانی که توی نرم افزار انجام میدیم باید حروف بی صدا پایین باشن و حروف صدادار بالا باشن. بخاطر اینکه اگه بخواید از لیپ سینک اتومات نرم افزار استفاده کنید حتما حروف صدادار رو بالا بذارین، بی صداها رو پایین بذارین. به عنوان مثال من میام از ایمپورت آدیو فایل یه دونه ترک صوت رو انتخاب میکنم و توی نرم افزار موهو وارد میکنم. ترجیحاً ترک هاتون MP3 باشه، چون در غیر این صورت ویو هم ساپورت میکنه ولی MP3 بهتره. وقتی وارد کردیم به همچین حالت ایجاد میشه. بعد دو کلیک میکنید روی سویچ، میرین تو قسمت حالا دوباره سربرگ سویچ و اینجا توی قسمت آدیو سینک صدا رو انتخاب میکنید، اوکی میزنید. خود نرم افزار به صورت پیش‌فرض و اتومات میاد چیکار میکنه؟ بر اساس آوایی که توی صدای شما وجود داره چیدمان این حروف رو انجام میده. ولی همونجور که بهتون گفتم سعی بکنید این قضیه چیدمان از حروف بی صدا تا صدادار یا کم صدا تا صدادار رو رعایت بکنید. روی هر یک از این شکل ها هم که بیاین حروف رو نوشته که کدوم یک از حروف هستش میتونید سلکتش کنید، دیلیتش بکنید، کم یا زیادش بکنید. بر اساس نیاز این کار شما رو راه میندازه. توی انیمیت به شیوه سویچ تقریبا کلیت کار به این صورت هستش. یعنی باز هم دوباره مرور میکنیم. شما لایه ها رو میسازین، انواع حالت های دهان رو، و بعد سلکتشون میکنید و میندازین توی یک سویچ و بعد سویچ اگه خواستین اتو سینکش بکنید میرین روش کلیک میکنید و این کارو تعریف میکنید. ما واسه قسمت های متفاوتی از بدن این کار رو انجام میدیم. حتی واسه چشم ها هم همچین حالتی داریم. نگاه کنید الان مثلا چشم های متفاوتی اینجا تعریف شده که شما میتونید بر اساس نیاز هر کدوم خواستین سلکت بکنید، شکلاشو طراحی کردیم و بعد حالا بر اساس ازشون استفاده میشه کرد. این شیوه تقریبا یک چه گفتش سریع هستش واسه دست یافتن به یک انیمیت خوب. اومدین سابسکرایب کنید، خیلی ممنون. دکمه‌شون بغله، خیلی ممنون، سپاسگزارم. توی شیوه دوم شما ابتدا میایین یک لایه بالای لایه صورت میسازین و بعد شروع میکنین به ساخت محتویات دهان. اول قسمت سیاهی رو تعریف میکنین به عنوان سیاهی داخلی دهن. تنظیمش میکنیم بر اساس سایزی که مد نظرتون هستش. بعد از اون میایین یک حالت بیضی مشخص میکنیم به عنوان زبان شما، رنگش هم قرمز میذارین که لایه زیرین باشه. ما سعی میکنیم ترتیب و بر اساس ترتیبی که توی دهان هست انجام میدیم. یعنی بعد از اینکه سیاهی و زبان رو ساختیم بعد این سراغ دندان و 2 تا مستطیل هم واسه بحث دندان تعریف میکنیم. خیلی ساده این کار رو انجام میدیم. به این صورتی همچین فرم ایجاد میشه. بعد میایم بالای
زیر اون لایه دهانمون اسمش رو میذارم دهان، زیر لایه دهانم یک لایه دیگر ایجاد میکنیم و اسمش رو میذاریم ماسک. لایه وکتور ایجاد میکنیم، اسمش رو میذاریم ماسک. خب حالا میایم یک بیزی ایجاد میکنیم. بیزی نه، بذار با اد پوینت این کارو میکنیم. با اد پوینت میایم یک حالتی از دهن ایجاد میکنیم، یا حالتی از دهن ایجاد میکنیم به این صورت. مهم نیست چه رنگی باشه، فقط مهم اینه که فرمش فرم مناسبی باشه. حالا من یک مقدار روی این قسمت لبه ها یه مقدار اینا رو نکتیزتر میکنم تا حالت بهتری به خودش پیدا بکنه. زمانی که این کارو کردین دو تا لایه رو انتخاب میکنین، دهن و ماسک رو توی یه گروه میندازینشون. روی گروه دو تا کلیک میکنین و در سربرگ ماسک گزینه هاید آل رو انتخاب میکنین، اوکی میزنین تا ماسک فعال بشه. راجع به ماسک قبلا صحبت کردیم. خب حالا تو این حالتی که ایجاد شدهش کاری که باید انجام بدیم اینه که یک مقدار اون خط دور لبه رو مشخص بکنیم. خط دور مشخص نیست، روی گزینه ماسک رو کلیک میکنم، میام تو زیر مجموعش گزینه اکسکلود استروک رو میزنم تا استروک ها واسه من نشون داده بشه به این صورت. حالا من یه دونه دهن خیلی ساده و خوب دارم که میتونم با حرکت دادن همین استروک ها و این ماسک یه حالت های متفاوتی از دهن رو ایجاد بکنم. این تا اینجای قضیه. پس ما تا اینجا دهن رو ساختیم. حالا میخوایم بریم تو بحث مدیریت کردن دهان که ساخته شده با از این طریق. خب برای این کار اول میایم دو لایه استخوانمون یک استخوان جدید میسازیم، واسش یه اسم تعریف میکنیم. حالا هر چیز من دهن رو گذاشتم، لیبلش هم فعال میکنم که ببینم. بعد میام چک میکنم پرنت نباشه به هیچ جا، قدرتش هم 0 میذارم. بعد از اینکه این کارو انجام دادم میام از قسمت بون اسمش رو تبدیل میکنم به اسمارت بون. توی اسمارت بون ها من فقط چک میکنم گزینه آخر سپریت تیکش برداشته شده باشه و بعد اوکی میکنم. قسمت آبی رنگی که ایجاد میشه به این معنی هستش که شما هر کاری انجام بدین توی این محدوده ضبط میکنه. اسمارت بون خوبیش همینه، یعنی به شما یک امکانی رو میده که شما بتونید به راحتی هر حرکتی رو انجام میدین ضبط میشه. و گزینه اکشن که در قسمت حالا این سمت راست شما ایجاد میشه یا پنجره شده هستش. اگر نیومد از منوی ویندو اکشن میتونید اونو فعال بکنید. توی اکشن ها این فعالیت های شما که ثبت میشه اونجا واسه شما لیستشون میاد در استخوان هایی که این کارو دارن. خب من میام اینجا با خودم میگم که حالا میخوام دهن و اون ماسک رو انیمیت کنم. با خودم میگم زمانی که اسمارت بون من روی 0 یا 1 هستش دهن من به چه شکل باشه. دهن رو به اون حالتی که میخوام انجام میدم. همونجور که بهتون گفتم شما توی اسمارت بون ها هر حالتی رو که تغییر بدین، زمانی که روی حالا 1 هستین، هر حالتی رو که تغییر بدین این ثبت میکنه فرمتش رو. هر چی میخواد باشه، استخوان میخواد باشه، نقطه میخواد باشه، هر چی باشه. نگاه کنید من دارم سعی میکنم 12 فریم حالت های متفاوت دهن رو ایجاد بکنم با تغییر و ویرایش نقاط. یعنی هر چیزی که انجام بدم اون ضبط میکنه روی 24 حالت دیگری که اون وقت من اگه بخوام این اهرم رو حرکت بدم، این استخوان رو حرکت بدم، حالت های متفاوت دهن واسه من ایجاد میشه. خب این خیلی پوان مثبتی هستش. اینو از این استخوان هوشمند یا اسمارت بون شما میتونید توی چرخوندن بدن، چرخوندن سر و گزینه‌های بسیار زیادی استفاده کنید که حالا من فعلا واسه دهن استفاده میکنم. حالا شاید بعدا در مورد قسمت‌های دیگه‌اش یکم بیشتر توضیح دادم. میگم من با این دید نگاه میکنم که شما یک مقدار با این مباحث آشنا هستین و صفر نیستین. خب من میشینم حالت‌های متفاوت دهن رو توی پوزهای متفاوت و توی فاصله زمانی حالا 12 فریم این کار رو انجام میدم تا اون پوزهایی که میخوام ایجاد بشه. برای حالت‌های دهن سعی کنید از رفرنس استفاده کنید. حالا مثلا یه سری ایرادات توی دهن‌هایی که من دارم میسازم وجود داره، چون الان من رفرنس جلو روم نیست و سعی می‌کنم حفظی بکشم. ولی در کل سعی کنید همیشه از رفرنس استفاده کنید تا بهترین حالت واسه شما ایجاد بشه. الان من رفرنس دم دستم نیستش، ولی واسه اون قسمتی که تو سویچ استفاده کردم از رفرنس استفاده کردم تا حالت‌ها بهترین حالت خودش رو بگیره. الان اینجا فقط صرفا دارم یه سری حالت رو ایجاد می‌کنم تا شما بهتر بدونید قضیه به چه صورت هستش. خب تا حدود این کاری که می‌خواستیم رو انجام دادیم. اون چیزی که مد نظرم بود حاصل شدش. زمانی که کارتون تمام شد روی مینلاند دو تا کلیک می‌کنید تا این بخش واسه شما به اتمام شده، یعنی ثبت بشه تغییرات شما و بعد اهرمی که تکون بدین به راحتی اون فرمتی که می‌خواین ایجاد میشه و دهن حرکاتش رو انجام میده. حالا زمانی که خواستین دوباره ویرایش کنین، جای ایراد داره می‌خواین تصحیح بکنید، حالا هر موردی که هستش، شما برای این کار بزنید نقاط رو حذف می‌کنم. برای این کار میایین در قسمت اکشن ها دوباره روی دهان دو تا کلیک میکنید تا دوباره قسمت ویرایش واسه شما فعال بشه و دوباره ویرایش هایی که مد نظر دارین رو انجام بدین و بعد دوباره زمانی که اوکی شد و همه چیز بر وفق مراد شما بود دوباره روی مینلاین دو تا کلیک میکنید تا تغییرات ثبت بشه و بعد بتونید کارتون رو انجام بدین. خب به این صورت حالا من یک مقدار این دهان من بزرگ بود، یکم ویرایش میکنم حالتایی که مد نظر دارم رو.
الان کاراکتر من آماده هستش که دهنش انیمیت بشه با ابزار مانیپیولیت. شروع میکنم به انیمیت کردن. حالا بر اساس دیالوگایی که گفته میشه میخوام ابتدای دهن به این حالت باشه. خوبیش اینه که شما میتونید از حالت 1 تا حالت 2 که تغییر میکنه از اونها هم استفاده بکنید و اهرم هر جا خواستین نگه دارید. نیاز نیست که حتما به همون فاصله زمانی 12 باشه، نه تو فاصله زمانی متفاوت میکنه انجام بدیم. حالتهای خوبی ایجاد میکنه. ولی یه بدی داره، اونم اینه که زمانی که حرکت میکنه حالتهای میانیش رو هم نشون میده. اگه من حالت 1 و حالت 100 رو میخوام نشون بدم، حالت 90 نشون میده. برای این کار راست کلیک میکنیم روشون و گزینه استپ رو انتخاب میکنید تا این حالت واسه ما به صورت مرحله نشون داده بشه. یعنی از این فریم تا فریم ولی تغییر نمیکنه، ولی به فریم بعدی تغییر میکنه. یه چیزی شبیه سویچ اتفاق میفته، ولی با این تفاوت که مدیریتش از طریق اهرم اسمارت بون هستش. خب توی این دو تا شیوه شما میتونید حالا بر اساس نیاز هر کدوم که خواستین استفاده بکنید، چه از سویچ استفاده بکنید، چه بخواید از اسمارت بون ها استفاده بکنید. حالتی که ایجاد میشه واسه شما حالت‌های تقریبا یکسانی هستش. نه اینکه لزوما یکسان باشه، نه، اگر از اسمارت بون استفاده کنید میتونید حالت‌های نرم تری بدین به کار. یعنی اسمارت بون به شما حالت‌های نرم تری بین تغییرات حالا دهن 1 تا دهن 2 بهتون ایجاد میکنه. سویچ نه، سویچ ناگهانی این کارو انجام میده، تغییر میکنه. حالا شما بر اساس نیازتون و یه مقدار هم بر اساس سلیقه و کاری که انجام میدین دست خودتونه که بخواید از کدوم شیوه استفاده کنید. سویچ تقریبا همون میزان وقت رو میگیره که اسمارت بون وقت میگیره، یعنی ساخت دهن‌های متفاوت و بعد تو سویچ انداختن همون قدر وقت میگیره که شما بخواید مثل الان حالت‌های دهن رو هی بسازین توی اسمارت بون. یعنی جفتش از وقتی یه وقتی رو میگیره، با این تفاوت که سویچ یک مقدار جامپیتر یا پرش مانند انجام میده، ولی اسمارت بون میتونه حالت نرم داشته باشه، مگه مثل حالتی که الان اینجا ایجاد شد که من مجبورم از استپ استفاده کنم و حالت تقریبا پرش مانند ایجاد شد. ولی در حالت کلی این یک چیزی هستش که شما میتونید بر اساس نیاز هر کدوم خواستین استفاده بکنید. من خودم شخصا از سویچ بیشتر استفاده میکنم، باش راحت ترم و ارتباط بهتری باش برقرار میکنم، واسه همین من با سویچ استفاده میکنم. ولی هیچ محدودیتی وجود نداره، شما میتونید از دو تا هم استفاده کنید، یعنی ترکیبی از اسمارت بون و سویچ که همونجوری که رفتیم توی اسمارت بون ما دهن رو انیمیت کردیم، شما میتونید برید توی اسمارت بون و سویچ ها رو فعال بکنید، هر بار یک از سویچ ها رو فعال بکنید. خب طبق روال همیشه ما با جمله تمرین معجزه این ویدیو رو به انتها میرسونیم. امیدوارم که این ویدیو به درد شما خورده باشه و بتونید ازش به خوبی استفاده کنید. لطفاً تمریناتون ادامه بدین و در این میان اگه سوالی بود حتما با ما به اشتراک بذارین، چه توی کامنت های اینجا، چه توی پیج اینستاگرام بنده، یا باز هم هر جایی که بنده رو پیدا کردین این ارتباط برقرار کنیم. ما هستیم در خدمتتون و بهتون پاسخ خواهیم داد. موفق باشید، روزتون پر از شادی.